سلام، من تانا هستم، بیوتی تراپیست. به چنل من خیلی خوش اومدین. همونجوری که بهتون قولش داده بودم این هفته قراره در مورد ضررهایی که تلفن همراه به پوستمون وارد میکنه با همدیگه صحبت بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو باید بگم که هر هفته ویدیوی جدید داریم، پس کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم فعال کنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. تویی که مراقب پوستت هستی و مرتب از روتین پوستی استفاده میکنی، میدونستی که تلفن همراه میتونه چقدر برای پوستت مخرب باشه؟ اما این عوارض چی هست؟ نور آبی که از تلفن همراهت، از لپتاپت ساطع میشه و نور آبی مرئی هست، میتونه که الیاف کلاژن پوستت رو تخریب بکنه. اگر که لک داشته باشی یا ملاسما داشته باشی، اون رو پررنگ‌تر بکنه و همینطور میتونه پیری زودرس بیاره. از طرف دیگه کسایی که عادت دارن با لپتاپشون یا با تلفن همراهشون میرن توی رخت خواب، این نوری که در مقابل چشمشون قرار میگیره باعث میشه که یه ماده‌ای در مغز ترشح بشه و خوابتون رو منحل بکنه و ما میدونیم که خواب چقدر تاثیر داره برای پوست ما و میتونه که خیلی نتیجه ها و عوارض بدی داشته باشه، به خاطر اینکه پوست در زمان خواب هستش که میتونه خودش رو ترمیم و بازسازی بکنه. از طرف دیگه گوشی موبایل به شدت آلوده است و جرمی که روش قرار گرفته طبق تحقیقات نشون داده که 10 برابر توالت فرنگی هستش. بنابراین شما وقتی که موبایلتون رو روی صورتتون میذارین، جدا از این که اون رو به صورتتون میمالین و سایش ایجاد میکنین، اون جرم رو هم منتقل میکنین به پوستتون که این خودش ایجاد آکنه میکنه. علاوه بر اون، این قاب فلزی که دور موبایل ها هست ممکنه ایجاد حساسیت و آلرژی هم توی پوستتون بده. استفاده طولانی از تلفن همراه زمانی که شما اینطوری خم میشین و گردنتون رو خم میکنین به روی موبایلتون، باعث میشه که جدا از درد گردنی که تو اون ناحیه ایجاد میشه، شما خطوط عرضی گردنتون رو هم تشدید بکنین و عمیق بکنین و ایجاد بشه توی گردنتون که از نظر زیبایی هم اصلاً خوشایند نیست. و شاید باورتون نشه وقتی که شما تلفن همراهتون رو روی پوستتون میذاری، اون حرارتی که از صفحه موبایلتون در واقع در میاد باعث میشه که اگر ملاسما داشته باشین حتی لکتون رو تیره و تشدید هم بکنه. ولی خب چاره چیه؟ راه حلش چیه؟ ساعات استفاده از تلفن همراه رو کم بکنین. با تلفن همراه و لپتاپ توی رخت خوابتون نرین و زمانی که دارین از گوشی تلفنتون استفاده میکنین یا از لپتاپ استفاده میکنین، یه جوری قرارش بدین که مقابل چشمتون قرار بگیره و مجبور نباشین که گردنتون رو خم بکنین. همونجور که بهتون گفتم، نور آبی اصلا خوب نیست که از صفحه مانیتورتون یا موبایلتون به صورتتون میخوره. پس حتما زمانی که دارین از تلفن همراهتون یا لپتاپ استفاده میکنین، از ضد آفتاب استفاده بکنین، ضد آفتاب هایی که گرما رو بتونن تو خودشون نگه دارن. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه از اینجور ویدیو دوست دارین لطفا داخل کامنت ها بر من بنویسین. اینستاگرام من روی صفحه میاد، خالی از داش نیست که اون رو هم فالو داشته باشین. خب خیلی از مسائل و موضوعات اونجا در موردش صحبت میکنیم. موضوعی که هفته آینده میخوام براتون در موردش ویدیو درست کنم مبحث بوتاکس هست که میدونم خیلی دوست دارین در موردش صحبت بکنم. ممنون که ویدیوی من تماشا کردین. تا هفته آینده، فعلا.